از روزی که بنده سر از حلقوم تخم بیرون آوردم بیشتر از 1 ساله که میگذره. اینجوری نیست که من الان خرم از رو امت گذشته باشه و وعده هام رو فراموش کرده باشم. نه خیر، در این 1 سال زندگی ها رو به قدری شیرین کردم که همه شکرک زدن. یکی از مشکلات مردم این بود که اجناس دونه دونه از سفره ها می پریدن، اما دولت جوان و حزب اللهی ما به حول و قوه قلمی کل سفره رو پروند تا دیگه کسی دغدغه‌مند نباشه. در همین راستا ما برنامه‌های بیهوده آشپزی رو هم از تلویزیون حذف کردیم. وقتی سفره‌ای وجود نداره آخه آموزش آشپزی به چه درد میخوره؟ به جاش گفتیم علما آموزش اختلاس بذارن که توان بهره‌وری از سفره انقلاب بالا بره. یه قلم ببینید دولت ما 21 میلیارد تومان داد تا گند اختلاس 3 میلیاردی تو فولاد مبارکه افشا نشه. آخه کدوم دولتی چنین قدرتی داره؟ صنایع موشکی ما هم که به نقطه‌ای رسیده که میتونیم نرخ تورم رو مثل موشک به 200% برسونیم. ما در صنعت هوافضا هم به مرحله پرتاب فاکتوری رسیدیم. یعنی پول رو واریز میکنیم به حساب روسیه، فاکتور رو میگیریم، بعد اونا ماهواره رو میسازن، پرتابش هم میکنن. ما هم در اوج اقتدار ولایی میشینیم و تماشا میکنیم. اینا همه ریشه در آموزه های امام داره. امام در شعری سرود من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم و ما با همین یک بیت در نهایت ایجاز خط رو گرفتیم از ایشون که باید موشک خالزن درست کنیم که ما هم درست کردیم، زدیم همه جا رو خالخالی کردیم. این وضعیت ماست. حالا شما وضعیت آمریکا رو هم ببینید. آمریکا در فقر، بیکاری، قوطه‌وره. بازنشسته هاشون هر روز تو خیابونن. اقتصادشون در حال فروپاشیه. نماینده های کنگره هر روز دارن میپرن به کابینه. رئیس جمهورشون 52 تا سفر استانی داشته، فقط وعده داده. آقا خرج این سفرها از بودجه دولتشون بیشتر شده. ما اطلاع دقیق داریم که در برخی از ایالت‌های آمریکا آب 12 ساعت روز قطعه. بعد مردم میریزن تو خیابوناشون، چون آزادی بیان ندارن که به رئیس جمهور آمریکا فحش بدن، میگن مرگ بر رئیسی. راکی و رامبو از اون طرف رفتن پناهنده شدن. سیندرلا هم که بردن تو CNN اعتراف اجباری کرده. از 12 یار اوشن 2-3 تا بیشترش نمونده براشون. اجازه بدید در پایان شعری رو که یک برادر بسیجی برام فرستاده بخونم. ایشون میفرماید رئیسی جان فدای وعده هایت، عجب گندی زدی بر این ولایت. تو گفتی که محقق گشته وعده، برو قربون خیل عمه هایت. و السلام.